جی سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون، کانال رضا توبره. حتما چنل منو ساب کنین، زنگوله فعال کنین که تمام ویدیو آپلود میشه براتون بیاد. آقا امروز منیم یه ولاگ بگیریم بریم تهران بتره کنیم دیگه با این عینک مریض. پس تا ادامه این ویدیو، یعنی تا چی بهش میگن، چقدر خوبی تو دیگه تا آخر با ما همراه باشین. چون من دیگه از خونه زدم بیرون، بریم چقدر آفتابه، بریم تو کارش دیگه، بریم پشمای همه رو میخوایم یه کاری کنیم بریزه. بچه ها من رسیدم ترمینال و اینم اتوبوسا. یه مسئله که هست، علی نمیدونه، یعنی علی مالی پوزیشن خبر نداره که من دارم میام، فقط ارشیا میدونه و ببینیم چجوریه دیگه ریاکشن علی رو ببینیم چجوریه. من یهویی میخوام وارد شم دیگه، ببینیم ریاکشن ها چطوره، تا ادامه داشته باشیم. هنوز علی نمیدونه که من اومدم، با ارشیام هماهنگ کردم اگه دارم بالا حرف میزنم صدام بیاد، اینجا خیلی صدا زیاده. و اینکه بریم علی رو میخوام سورپرایز کنم دیگه، بریم داشته باشیم بچه‌ها، بریم. آقا من رسیدم، تو این کوچه هستیم و علی هم بیاد دیگه سورپرایزش کنیم دیگه، ببینیم چجوریه، با من همراه باشیم. آقا ببین چجور دستگیرشون کردم. 3 عجوبه طلایی، 3 تا بچه خوشگله. آقا متوجه میشدی من میخواستم بیام؟ من میدونستم. تو میدونستید؟ خوبی همسین چطوری؟ من نمیدونست، داره درو می صبح کن آقا چیه؟ آقا یه کف جوری اومد صورت من. بریم بتریم. آقا علیه علی عینکو علیه برو قدرت جادو. واو بچه ها سلام، خوب هستین؟ من عکاس پارکی هستم. نه متاسفانه من عکاس پارکی هستم. عکاس خودنگری عکس خونمو بگ. خب بیا بریم قزوین دیگه، بریم. بچه‌ها در حال ژامبون خوردن، در حال داشتم اشیا. میگه علی نه دیگه، ولی باز علی بیا بالا بابا. چقدر دل این علی نازه، به معده‌اش نمیسازه. آره. دخترایی که مثل علی مهربون هستن لطفا به دایرکتش مراجعه کنن. بچه‌ها یه نفر به جمعمون اضافه شده. کی میتونه باشه؟ آبا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. حاجی واقعا سخته، واقعا سخت. دیروز کمتر بودیم، امروز زیادتر شدیم با افراد خیلی جدیدتر. 1 جدید، 2 جدید، قهرمان تالنت، 3 جدید. خواهیم بتره دیگه. سلام. سلام. علیکم السلام. بعد نگاه کرد. آقا رضا
بچه‌ها پارک تنیس باغ فاتح رو الان یه دم اون طرفن قشنگ می‌خوایم بریم جر بدیم ها اینجا رو داریم کرج رو داریم جر میدیم حالا بریم به امید خدا ببینیم خدا چی میخواد بچه‌ها کرج شده استریت ماجیک خاک و خون کشیدم داریم کودتا به کردم کودتای شعبده بازا جیب جاب کودتا کرد آیسان یه بشه هیچ وقت ضایع نمیشه. یه دونه کارت قرمز اینجا هست. کارت که اینجا بود چی بود؟ نگو که همون هولی شت قشنگ بچه‌ها یه گروه شعبده بازم اینجا چقدر شعبده بازی بس دیگه بچه‌ها بریم خونه هامون بریم آقا بریم امیر حسین قشنگ نظر راجع به این حرکتی که درست کردم امروز ازا بهمون یه حرکت آموزش داد بچه‌ها حرکتی که آپدیت شدیم. من همین الان یاد گرفتم من نگفتم آقا چیه بچه‌ها یاد گرفت I always come back کارتا رو میریزم هر جا که دوست داشتی بهم بگو که وایسا آیس میخوای بیشتر بزنم یا همین بزنم آیس همینجا این کارتو ببین من نبینم به دیوونه اوکی بزن اینجا آره میزنم دست چپ دستو بیار این یکی دستم بذار روش این کار خاصی خب اینجا ببین یه صفحه سفید تصور کن خب بعد اینکه تو 3 شمردم تصویر کارت تو بعد از شمارش 3 بنداز روی این صفحه سفید خب 1 2 3 الان من فکر کنم فهمیدم کارت چی بود خب ولی اگه الان بگم بگم کارت چی بود دیگه به نظرم خیلی جذاب نیستش دستو بردار این من هیچ کار خاصی نمی‌کنم خب ببین کارت تو می‌بینی اینجا نه نه نفت شت وات خب به نظر بگیر دستاتو میشه صاف بگیری ببین این دو تا کار ازت میخوام کارت بی بی پی کو بده کنی من سریع جابجاش میکنم بی بی پی کو بداش کن بذار سریع فکر کنم آروم انجام دادم تونستی بداش کنی کدوم ای بابا بذار سخت‌ترش کنم ببین دفعه کارت رو برمیگردونم مرحله به مرحله اگه بردی سخت‌ترش میکنم بی بی پی بالاست جابجاش میکنم کدوم اینجوری که هر دست میبری خب بذار یه کارت دیگه بهش اضافه کنم بشه 2 تا دونه 9 ده یه دونه بی بی پی اوکی ببین کارت رو من برعکسش میکنم این دفعه کارت بی بی پی کو میذارمش اینجا یعنی الان این باید 9 ده باشه دیگه دستم بله نه دیگه بی بی پی اینجاست ای بابا ای بابا ببین برعکس انجامش بدیم کارت 9 دل رو میذارمش اینجا اوکی یعنی اگر این 9 دل باشه این باید بی بی پی باشه دیگه ای بابا جادوگریه بذار دوباره عوضش کنم ببین نگاه کن کلا 2 تا دونه کارته اوکی 1 2 اوکی بی بی پی تو جیبم دیگه بله نه دیگه بی بی پی ای بابا میخوام راز بازی رو بگم رازش اینه که من از اول بازی اینجا 3 تا دونه 9 دل داشتم و کارت بی بی پی تو جیبم بود این خیلی عجیب ببین. بود کارت بی بی پی کو صادقانه میذارش اینجا این 9 دل رفت تو جیب بی بی پی کجاست دیدی بعضی‌ها لجبازی میکنن میخوان مچ بگیرن میگن کارت بی بی پی وسطه در چه مواقعی من هیچ موقع نه نمیارم میگم اوکی بی بی پی وسطه مثلا میگن اینجاست میگم اوکی بی بی پی کنه تمام این کارا تبدیل میشه به دستو بده یک کوبت مال تو اوکی سرباز پیش رو بابای اینجا کارت تو یاد ببینم خیلی خوب ما اینجا دستگاه داریم همه کارتا مختلف درسته پاسور که بازی کردیم قطعا کدوم ببین چیه من نگاه نمی‌کنم به دوربین نشون میدم اوکی میذارمش اینجا بقیه کارتا رو روش پول می‌ذارم تا الان که کار خاصی نکردم من یه دونه بشکن میزنم ببین پیشو بعد باز بشکن میزنم این پردستیشون انجام میشه داخل دست کارت یکی از کارت‌ها رنگش عوض شده درسته اکثر مردم ها فکر کنن که اینو من از قبل گذاشته بودم ولی من از قبل نمیدونستم شما می‌خواید بی بی خشن درسته اوکی برو من اینجور بودم تشویق می‌کردم خب شما کار دستتو بیار بی بی خشن می‌ذارم اینجا اون که دستم محکم روش نگرد اینو آره خب کل کارتا رو بر میزنم آره بی بی خشته و میتونی ببینی که هیچ کارتی قرمز نیستش درسته
خب کارت بعدی که انتخاب میکنه شما هر جایی که دوست داشتی بهم بگو. همینجا ببین چیه بنگی دوربین اوکی کارت برو ورش داریم. خیلی هر جایی که دوست داری بذار. آبیه دیگه. آره آبی میکنم. یه بار دیگه بهش میزنم کارت دوباره قرمز میشه. آماده ای؟ قرمز شد. اگه نگاه کنیم یه بار دیگه بشکم بزن ببین شما بعد بازیش وقت ضایع نمیشه درسته؟ تنها کارتی که اونجا قرمزه مونه. کارتی که الان دیدین چی بود؟ برش اونو برش کردم. گردونی از ببینیم به دوری هم نشونش بده. واو بچه ها اومدیم دوباره استریت ماجیک این دفعه با آقا بریم ناکن من دستکار دارم کارتا رو برد بزنم. بچه قشنگ نگاه کنید من اینو دیدم قبلا. آخرش هم باز تعجب کنید. این کارت چیه؟ شاه خش. دست اینجوری بیار محکم. کارت چیه؟ بی بی درسته. اون شاه این بی بیه درست. من بی بی رو میگم بهت. کجاست؟ بی بی روه فکر کنم. روه بعد بقیه بی بی کجاست؟ اسمت چیه؟ من میگم زیده. مهدی باشه گوشه تو. واو اون چیه؟ هی که دلو ریاکشن تو ببینیم بهش. ریاکشنی نمیتونم نشون بدم. ریاکشن درونیه. از درون متلاشی میشه. پاچیدم. علی یه جا این کارت برده از هر جا دوست سعی همین کنم خواهم عوض کنم. این کارت همون قبل. کدوم یزید نکاش داری زیادش. نوع خاط نوعی گیش اوکی. اینجا نگاه هر جا گفتی بخواسته همینجا. یه بار دیگه میزنی؟ پشمام نه جدی خیلی تمیز میزن چطوره؟ چند تا نوعی گیش چیزه؟ نوعی گیش چیزه ولی همش واحده و یه دونه و برای بار آخر علی نگاه کن کمی اسم نمیشن به قول رضا من تا اینقدر تعجب کرد. حضور بازی عزیز گاندو آقا برو یه شعبده برو پاسورد که بازی کردیم. ما یه دستگاه چی بود؟ سرباز ویک آقا اومدیم بک ارشیا و به تره کنیم دیگه بهترین اتاق ایران قرارش بکنم و اینکه 3-4 تا چیز هنوز کم داره هنوز نچینم 40 رو و اینکه بشه چیز خفنی میشه. عجب بک همین الانش هم خفنه واقعا. چند تا پامی تو تصویر معمای امروز چند تا باید بچه تو کامنت ها بهمون بگی معمای امروز تو کامنت ها بهمون بگی جورابای من نگاه کنید. یه دونه دیگه جوراباش یه ذره چیزه به نظرم. چقدر بده جوراباش نگاه کنید دوستان. تا اینجا نگاه کردی کنارش حساب یا جورابا نمی‌کنی نشون بده جوراباش. بچه‌ها ساب کنین زنگوله فعال کنین که تمام ویدیو آپلود میشه براتون بیاد. امیر حسین امیر حسین تو سلوگر از من گرفتی آره؟ بچه‌ها چالش پورتی برو پورتی بطری با یکیچ اینجا نگاه ای بابا سومیشو بزنم سومی
بچه ها داخل برج میلاد با حضور امیر حسین کل ولاگ شد اسپرینگ. آقا اومدیم اینجا شعبده بازی کردیم، مثلا همه شون حال کردم. نظر شما راجع به شعبده بازی؟ به نظرم رشته جالبی. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوام. بچه‌ها یه روز خیلی باحال توی برجم داشتیم. خیلی خوش گذشت، واقعا خوش گذشت. خیلی چه صادقه هستیم در کنار امیر حسین.